سلام علیکم. طول چند دقیقه برنامه امروزی پیام نیوز تقدیمتان می شود. با شمایم شوکت محمد. سراول تعریف سرخط خبرهای امروز. از زندانهای تاجیکستان 500 نفر لایک مانده زندان شده ها آزاد می شوند. حکومت به مقصدش رسید. گرایش به دین و اعتقاد مذهبی در تاجیکستان کاهش یافته است. بانک ملی تاجیکستان با سیستم یونیستریم قرارداد امضا کرد و ارسال مبلغ به کارت بانکی تاجیکستان امکان پذیر شد. در زیر پاست های شبکه های اجتماعی لایک مانده پشت پنجره زندان شده ها طبق قانون نو عفو آزاد بشوند. بنا به شرح وکیل پارلمان تاجیکستان بختاور سفاروف، دست کم 500 نفر که گویا گمراه شده زیر موادهای ناپسند حکومت لایک گذاشته‌اند عفو خواهند شد. پارلمان تاجیکستان در جلسه امروزش 25 اکتبر لایحه قانون عفو را بعد از بحث و بررسی یکدلانه قبول کرد. لایحه قانون عفو که روز 16 اکتبر از سوی پرزیدنت امامعلی رحمان به پارلمان پیشنهاد شده بود، در پارلمان از سوی دادستان کل یوسف رحمان معرفی شد. گفته می شود افرادی که با لایکیدن متهم شده اند بر اساس ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کادکس جنایتی، یعنی اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی که نسبت آنها از جانب دادگاه قرار صادر شده است و این چنین مساعدت کردن به فعالیت احزاب سیاسی با استفاده از واسطه‌های اخبار عامه، شبکه‌های اینترنت و غیره روانه زندان شده اند، این ماده کادکس جنایتی تاجیکستان از 5 تا 8 سال جزا را پیش بینی می‌کند. یک لایک، کلاس و یا در اشتراک گذاشتن مطلب مربوط به این ماده ها کافی است که کاربر اینترنت جنایتکار اعلان شود. حامیان حقوق میگویند میباید در قانونهای کیفری کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد گومانیسم اساس و پرینسیپی اساسی محسوب یابد، اما در قانونهای سالهای اخیر به تصویب رسیده تاجیکستان بیشتر سختگیری به نظر می رسد و با سوء استفاده از این بسیاری از جوانان تنها به خاطر پخش تگمه لایک و یا کلاس در شبکه‌های اجتماعی به افراطگرایی و یا جانبداری از آن گناهکار و زندانی شده اند. مگر برای مقامات راه‌های نسبتاً گومانیستی و آموزشی برای بازداشت جوانان از گرویش به تندگرایی بجز حبس وجود ندارد؟ خیلی دو جهتی مسئله رو گفتن ممکن است. اول اینکه در پارلمان وکیلان آزاد اندیش نیستند و سطح دانش و حقوقشان نیز خیلی نامکمل، بنابراین از گفتن عقیده، اندیشه و پیشنهادهای سالم خودداری میکنند و شاید از آن سبب باشد که من بر نیتی وکیل شدنی دارند اما بدون موافقت با مقامات دولتی امکانیت نیست. از این خاطر از گفتن سخن حق خودداری میکنند. و دویم برای آنکه پیشگیری شود از ظاهرشوی شکل‌های گوناگون افراط و ظاهرشوی آن، نه تنها به قانون‌ها تغییرات‌ها وارد باید کنند یا مردم در روحی ترس و هراس نگاه دارند، یعنی از اصول رپرسیوی استفاده برند، بلکه موافق مقصد می بود که سطح و صفت زندگی شهروندان بهتر شود، شهروندان شغل معین داشته باشند تا که درآمد استوار تامین کننده شایسته زندگی آنها باشد، رقابت سالم، دسترسی به منابع اطلاعاتی و برنامه بیشتر پخش کردن برنامه‌های تحلیلی طریق به خصوص تلویزیون و رادیوی دولتی، اینها میتوانند که جلب قشرهای مختلف اجتماعی تاجیکستان رو به همکاری و برقرار کردن رابطه با قوه‌های اجتماعی
هدف‌های افراطگرایی داشته باز دارند. اما وقتی که فقط از این خصوص گام میزنند و این بهانه محدود کردن جامعه شهروندی و تحکیم نهادهای دموکراتی میشود اما کارخانه های تولیداتی به وجود نمی آید و بیشتری مردم تاجیکستان وادار میشن که در خارج کشور زحمت کشند، عائله ها ناپوره و فرزندان محبت و احترام پدر و مادر و هدایت و راهنمایی آنها را احساس نمی کنند. البته با برابر اون ایرادهایی که اشاره کردم، از جمله باعث آن می گردد که اراده دایره های معین ضعیفتر شود و مایل همکاری با دایره های معین و از جمله افراطگرا شود. دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان در پارلمان ضمن معرفی طرح قانون اوف تاکید کرد جنایت‌های دارای خصوصیت تروریستی ضد امنیت دولت، زندانیان یکمری، آنهایی که برای تحقیر نماینده دولت و استفاده زورآوری نسبت آنها محکوم شده اند اوف نخواهند شد. اما چگونه در کشور دموکراتی به خاطر یک نفری که آن را مردم برای خدمت کرا کرده است و کارفرمایش مردم است او تحقیر یا انیقترش تنقید نسبت خودش را نمی بخشیده است؟ مردم سالاری و دموکرات چی می شود؟ البته طبق ماده اول سرقانون کشور تاجیکستان یک کشور دموکراتی است و اما این در عمل وجود ندارد. یعنی منظور من این است که واقعا خیلی که ما در چند سالهای گذشته شاهد بودیم با وجودی که در روی کاغذ نوشته شده در سرقانون هست که تاجیکستان گویا یک کشور دموکراتی است، اما عملا هیچ عمل دموکراتی از جانب مقامات و حکومتداران صورت نمیگیرد. بخصوص مردم هم این رحمانوف را انتخاب نکرده است. رحمانوف خودش رو تعیین کرده است. هر وقت بخواهد کسی را عفو میکنند، هر کسی را بخواهند به خاطر گویا که او نماینده دولت را تحقیر کرده است، گویا پرزیدنت را تحقیر کرده است یا دادستان را تحقیر کرده است، به مدت های طولانی حبس میکنند، زندان میکنند. و ما هم این خیلی که شما در اینجا گفته طبق گفته یعنی دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان واقعا معلوم شد که آن کسایی که فعالیت های سیاسی و حقوقی داشتن اصلا آزاد نخواهند شد و اصلا در کشور یعنی تاجیکستان کشور دموکراتی و مردم سالار نیست که ما در اینجا بگوییم که مردم سالاری و دموکراتی چی می شود. بنابراین از اول مردم سالاری در تاجیکستان وجود نداشت و تا وقتی که این حکومت هست هیچ وقت ما عملهای دموکراتی را از این حکومت و از این مقامات شاهد نخواهیم بود. سال 2012 اگنتی ضد فساد در تاجیکستان گفته بود که هنگام تطبیق اوف همان سال بیش از 100 محبوس با استفاده از اسناد قلبکی بیماری سیل عفو شده و از محبس‌های تاجیکستان آزاد گشته‌اند. برخی از ساکنان میگویند این خوف هنوز هم هست، ولی مقامات میگویند این جریان را جدی نظارت میکنند. همه افایی که تو با این روز شاهد آن گشته بودیم در تاجیکستان همیشه با فساد رشوه‌ستانی همراه بودند و این یک چیز نوی نیست. حتی اونهایی که واقعا باید چی میشدن در سابق ما شاهد بسیار حالتا شاهد بودیم که حتی اونهایی که طبق قانون اوف باید اوف میشدند از خویشاوندان اونها برای اوفشان مبلغ ها رو میستاندند و این روز هم من مطمئنم که بر نسبت اونهایی که اوف حتما باید جاری شود البته که از آنها مبلغ هایی رو میستانند. این طبیعتی همین حاکمیتی که امروز جاری کرده اند اینا و همون شخصی اول همین نمیداند و میفهمد که زیر دستانش از همه همین واسطه های پول کارکنی استفاده میکنن.
خودتان تصور کنید که آخران اوفی که بود حقوق شناسی مشهور ما شورت قدرتوف باید اوف میشود، لیکن از بخاطری با انگیزه سیاسی او را اوف نکردند. آخرین قانون اوف در تاجیکستان ماه اوگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن حکومت گزارش داد که 12,000 محبوس افراد گمانبر به صادر کردن جنایت‌های مختلف آزاد شدند. اما طبق معلومات‌های رسیده آن زمان از گمانبر تا زندانی همگی از 3 تا 5,000 نفر مورد عفو قرار گرفته تا 1,500 نفر از زندان آزاد شده بودند. بنا به قول فیض الله برادزاده مدیر مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان، گرایش به دین و اعتقاد مذهبی در کشور کاهش یافته است. فیض الله برادزاده میگوید که در مسجدهای 5 وقته تاجیکستان خطیبان بدون دانش اسلامی کافی مسئولیت پیش نمازی را بر عهده دارند که در واقع باید اشخاص با دانش مذهبی جایگزین آنان شوند. این هم در حالی است که همه سال خطیبان مسجدهای 5 وقته با اشتراک نمایندگان حکومت از اتستاتسه می‌گذرند و انتخاب می‌شوند. ده‌ها مثال آوردن ممکن که در اتستاتسه بنابر معقول نبودن شخص دانشمند و تحصیل دیده به جای او کدام سخنچینی بیسواد را مقامات امام خطیب مسجد تعیین کرده اند. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله که گرایش به دین و اعتقاد مذهبی در کشورمان یعنی که در جمهوری تاجیکستان کاهش یافته است یا کم شده است، راستی بنده انشالله امید دارم که واقعیت و حقیقت چنین نیست، زیرا مردم تاجیکستان مردم مسلمان و مردم دیندار و پایبند آیین و ارزش‌های اسلامی خودشان می باشند و اگر رفت و چنین کار هم شده باشد، یعنی گرایش مردم به دین کم شده باشد یا اعتقادشان ضعیف شده باشند، در واقع این مصیبت است و جوابگوی این مصیبت حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصا کمیته دین می باشد، زیرا مدت سال هاست که اونها این روند را در زیر نظارت خود قرار دادند و خطیبا را هم خودشان انتخاب میکنند و بر ضمن این اونها صدها مسجد را که در اونجا امرهای معروفه که مردم را به پایبندی به دین، به اخلاق نکو، به رفتار نکو که دعوت میکرد، اونها را بستند و یا از بین بردند و یا اونها را مبدل به جایهای فرهنگی کردند. در مسئله اینه که قید کنند یا ذکر کرده بیان کنند که این عیب برمیگردد به امام خطیبان، با این دلیل که امام خطیبانی که در مسجدهای 5 وقته هستند سواد کافی اسلامی ندارند، این هم خیلی جای تعجب آور است، زیرا اون کسایی که امام خطیبان را انتخاب کرده به امامی 5 وقته و یا به خطیبی انتخاب میکنند خود حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته دین می باشد. پس چگونه می شود که از کار کرده خودشان دیگران را ملامت کنند؟ و انشاءالله باوری دارم که چنین نیست. مردم واقعا دین دارند، فقط به واسطه اینه که حکومت پیش راه اونها را میگیرد، آزادی دین را در تاجیکستان خیلی محدود کردن، مردم از ترس، از هراس ممکن از رفتن به مسجد یا از ابراز داشتن عقیده خودشان دوری بجویند. اما در حقیقت فکر میکنم که مردم تاجیکستان دیندار، پایبند دین و ارزش‌های خودشان باقی خواهند ماند. از دیدگاه برادزاده وضعیت در مسجدهای جامع تاجیکستان نسبتاً بهتر است، زیرا که اکثر خطیبان این مرکزهای عبادی اشخاص دارای تحصیلات تخصصی هستند. مدیر مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان فعالیت شبکه‌های اجتماعی، تبلیغ افکار گروه‌های افراطی و تروریستی، تأمین نیازهای مالی این سازمان‌ها و حمایت برخی جوانان از اندیشه‌های این گروه‌ها را
از جمله تهدیدهای خارجی علیه امنیت تاجیکستان اعلام کرد. این هم در حالی است که در تاجیکستان برای معلومات ضروری دینی تامین کردن نورسان و جوانان حکومت هیچ چاره ناندیشیده است و برعکس همه راه‌های پیدا کردن معلومات درست، معتدل و جوابگو به امنیت کشور را بسته است. آنچه که فیض‌الله برادزاده دیرکتور مرکز اسلام شناسی در رابطه با عامل‌های پایداری خرافات و تعصب‌های دینی صحبت کرده است و مثل دیگر موقع گیری‌های حکومت بیانگر آن هست که تا حال حکومت کشور نمیداند با این قشر جامعه چگونه مناسبت کند، چون در طول زیاده از 20 سال می شود که این حکومت سر قدرت هست. بارها سیاست خود را عوض کرده است، یعنی برخوردهای متفاوت و مختلفی با این قشر جامعه داشته است. بار دیده می شود که تمام مشکلات جامعه را بالای این قشر جامعه بار میکند. عامل هم عقب ماندگی را دین و دینداری میداند. بار دیگر دیده می شود که همایش بزرگداشت ابو حنیفه برگزار میکند. خب در زمان دیگر مشاهده می شود که با تمام توان بر ضد دین شعائر دینی مبارزه میبرد. خب اخیراً هم دیده می شود که از با استفاده دادن بزرگترین مسجد در کشور صحبت میکنند و این زمان باشد تمام نهادهای دینی کشور را زیر نظارت دارد و اونها را به فایده خود برای پیشبرد سیاست‌های خود سوء استفاده میکنند از اونها. یعنی در همین خود در خود صحبتی همین فیض‌الله برادزاده تناقض‌های زیادی دیده می‌شود. در جای میگوید که مردم کشور، عامه مردم برای افزودن و سیخل دادن دانش‌های خود تلاش نمی‌کنند، اما در بند چهارمش خوشحالی و خرسندی از آن می‌کند که توجه مردم به محراب مساجد کم شده است، خب دینزدگی مردم کم شده است. این خوشحالی از این چیز می‌کند. در جای دیگر از آن شکایت میکند که در بعضی مساجدهای 5 وقته شخصان تصادفی امام هستند که فکر اونها، اندیشه اونها برای مردم ضرر دارد، در حالی که هر ساله همه ساله از این امامان امتحان گرفته میشود، سنجش گذرانده میشود و اینها روی کار میآیند. در جای دیگر میگوید که مثلا از منع کردن ها ما دست کشیدیم و جای اون را فهماندهی و اینها گرفته است. یعنی ما با مردم بیشتر فهماندهی و کارهای فهماندهی میگذارونیم، در حالی که دیده می شود فهماندهی آنها خواهر را در قد کوچه بازداشتن، او را با زوری وارد ماشین کردن، به شعبه کارهای داخله بردن، روی مالی رو اثرش گرفتن، اون را تروریست گفتن، تهدید کردن به حبس. اینها این هست فهماندهی و کاربری اونها با شهروندان. یعنی یک حکومت عاقل هیچگاه به خود اجازت نمیدهد که تمام امور خب مردم و جامعه را در اختیار خود بگیرد. یک حکومت عاقل آن هست که بیشترین کارها و مسئولیت‌ها را میگذارد به دوش جامعه های شهروندی. یعنی که وقتی جامعه های شهروندی، نهادهای دینی در کشور آزاد باشند و فعالیت مستقلانه داشته باشند، دیگر اکثر مسائل از دوش حکومت برداشته می شود. اما این حکومتی ما با تمام هستیش میخواهد که همه انگشتانش رو در دهان بگیرد و همه امور مردم را زیر نظارت بگیرد که واقعا توان این را ندارد و نمیتواند که یک نظم و نظام درست را در جامعه برقرار کند.
بنابراین در تمام اظهارات ها و سخنرانی های حکمداران ما این نوع تناقض‌گویی ها نسبت دین، نسبت دینداران و جامعه های شهروندی دیده می شود. برای حکومت بهتر آن بود که این نهادهای دینی را مستقل می گذاشت، برای جامعه های شهروندی فعالیت را در کشور آزاد می گذاشت تا اینکه یک قسم از کارهای اجتماعی بر دوش این نهادها و جامعه های شهروندی بار می شد و مسئولیت حکومت از این همه نظارت ها و از این همه زیاده روی ها کم می شد. برازاده همچنین از پیوستن تعداد از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه به گروه های افراطی ابراز نگرانی کرد. به گفت او در صورت نظارت نداشتن بر این روند، این عوامل می توانند به مشکل بزرگ اجتماعی کشور تبدیل شوند. اما مدیر مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان نگفته است که در یک کشور غیر و آن هم باشد در روسیه بی سر و نوک چگونه مهاجران را نظارت می کند. اکنون چند خبر و رویدادها را از رسانه‌های دیگر همکارانمان گزارش می‌دهند. امامعلی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان از قبول برنامه نوی دولتی خبر داد که با کم کردن کاری غیر رسمی در جمهوری روانه شده است. امامعلی رحمون در ملاقات با کارمندان اتفاقهای کسبه گفت برنامه نو برای پست کردن سطح شغلی به قید گرفته نشده یا خود غیر رسمی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2023 قبول گردید. رئیس جمهور گفت طبق نتیجه های تحقیقات قوه های کاری سال 2016 سطح شغلی غیر رسمی در کشور به 29.4% یا 249.5 نفر رسید که نسبت به سال 2009 24.4% کاهش یافته بود. امامعلی رحمون از قبول برنامه نو علیه کاری غیر رسمی گفته توضیح داد که عملی گردانیدن سیاست دولت در ساحه مساعدت به شغل اهالی و شغل رسمی جلب نمودن اهالی قابل مهنت، تأمین کفالت‌های مهنتی کارمندان، به حسابگیری دقیق آمار قوه کاری، غنی گردانیدن بودجه سقوط اجتماعی و در این زمینه بلند برداشتن حفظ اجتماعی شهروندان هدف اساسی برنامه مذکور می باشد. مطابق معلومات آژانسی مهنت و شغل اهالی به حالت 1 ایون سال 2019 در کشور زیاده از 91,000 کارخانه با شکل‌های گوناگون مالکیت وجود داشته، از این شماره بیش از 20,000 کارخانه حقوق بستنی شرطنامه را دارد. حالا قریب 13,400 کارخانه شرطنامه کلکتیوی دارد که 67% شماره عمومی را تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع رسمی به حالت ماه می سال 2019 1,180,000 نفر یا 51.1% شماره عمومی اهالی دارای شغل در روی خط کرایه‌کاران در کارخانه‌های همه شکل‌های مالکیت قرار داشت. اتفاقهای کسبه تاجیکستان امروز قریب 870,000 نفر اعضا را متحد می‌کنند. بانک ملی تاجیکستان با سیستم یونیستریم قرارداد امضا کرد و اکنون روان کردن مبلغ طریق رقم کارتی به تاجیکستان امکان پذیر شد. بنا به معلومات سامانه بانک نقطه رو اکنون طریق نظام انتقال مبلغ یونیستریم که برای مهاجران مشهور است میتوان در رقم‌های کارت‌های بانکی تاجیکستان و ازبکستان، کارت ملی و اوزکارت پول فرستاد. در اطلاع آمده است که مشتری میتواند مبلغ را با یورو و یا دلار انتقال دهد و در تاجیکستان آنها را از کارت با پول سامانی به دست بیارند. برای انتقال دادن مبلغ مشتری باید با خود شناسنامه و رقم کارت قبول کننده پول را داشته باشد. انتقال در یک لحظه به انجام رسانیده می شود. برای انجام انتقال مبلغ به ازبکستان حق خدمت رسانی کمیسیا 0%، اما به تاجیکستان 1.5% را تشکیل می دهد. جمعیت سهامی بانک تجاری یونیستریم در روش نام خود دارای اپراتور و نظام انتقال مبلغ می باشد. اولین بار یونیستریم در سال 2006 اجازتنامه انتقال مبلغ را صاحب گشت. تا این وقت با نام بانک یونیستروم فعالیت داشت. چند پیش خبر داده بودیم که هر سال از روسیه به تاجیکستان از جانب مهاجران مهنتی مبلغ کلان انتقال می یابد. حالا هر ماه به حساب میانه از جانب هر یک مهاجر $150 به کشور انتقال می گردد. طی 7 سال اخیر طریق نظام انتقال پول یونیستریم زیاده از $2 میلیارد به تاجیکستان فرستاده شده است.
مقامات امنیتی افغانستان توانستند امروز ولسوالی در قد را کاملا از حضور جنگجویان پاک سازند. عملیات نظامی که دوام یک هفته در مناطق‌های هم‌مرزی تاجیکستان ادامه دارد، امروز به پاکسازی یک ولسوالی از تابعیت جنگیان انجامید. طور اینترفکس خبر می‌دهد نظامیان افغانستان توانستند حدود 60 جنگجوی را محو کنند. مورد به ذکر است که ولسوالی در قد هنوز از ماه اکتبر سال 2015 پورا زیر اشغال جنگندگان قرار داشت و سر از همان سال تا به این سو مقامات افغانستان چندین باره کوشش پاک نمودن خاک این مناطق از حضور جنگیان نموده بودند ولی موفق نشدند. اکنون ولسوالی در قد تحت نظارت مقامات امنیتی افغانستان قرار دارد و ساکنان آن به حیات آسایشته برگشتند. قبلا خبر داده میشد که جنگیان حرکت طالبان چندین مناطق هم‌مرز با تاجیکستان را تحت تصرف خود قرار دادند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر رویداد یا حادثه‌ای را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مشتری شدن به شبکه یوتیوب ما، نوشتن نظر خود درباره این نوار، پخش تگمه معقول شد و همچنین پخش تگمه زنگوله را فراموش نکنید. این به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. الها همیشه موفق باشید. با امید دیدار در هفته دیگر. خیر، سلامت باشید.